ساعت چند صبح؟ ساعت نمیدونم چند، فقط داریم ورزش کنیم. یا شده ساعت 4:35 دقیقه صبح داخل کم همین الان یه وسط هوی اروپا. کیلومتر وسط اروپا. علی چه صبح دلپذیری ها. چرا تا الان بیداری؟ او عجب موضوعی دارم. خودم امیدوار شدم به زندگی. نه بریم اون دورم بزنیم، اون دشت پایینیه رو ببینی و اون دشت پایینیه رو هم دور بزنیم. آقا نشون نده من دروغ میگم، تو من دشتی و تا بارک مختر میدیم بعد بچه‌ش بیا بریم خواب کنیم. من خیستان خاطرات صبح خاطرات کم صبح خاطرات کم یهویی وسط سربیا لاشی بعد جلوی بارک 11 یه ساعت دیگه قرار هوا روشن بشه، میریم صف غذاخوری، بعد دیگه ویدیموس سودرا. هی من اوزی هستم، متولد ایران و اصالتا اهل افغانستان هستم. تقریبا مدت زیاد از طول عمر من در خارج از کشور زندگی کردم و فعلا هم در سربیا به امید رسیدن به کشورهای اروپای غربی گیر افتادیم. تقریبا همه درباره ما مستند می‌سازند، درباره ما که به خاطر یک زندگی بهتر داریم سفر میکنیم و همراه ما هر روز مصاحبه میکنن و از ما فیلم میگیرن و از نحوه زندگی و جای زندگی ما. زیادم خیلی جالب نیست وقتی شما دو سمت دوربین هستی. چطور؟ به هر صورت تصمیم گرفتیم جای بعضی چیزها رو تغییر بدم و دوربین خودم در دست بگیرم و فیلم بگیرم. ببینیم چه اتفاق خواهد افتاد. فعلا نه، تازه شروع شده، باید صبر کنیم. دیگه تنها میشینم تو تموم مراسم مثل این زنه. شبا میخوابه تو شای کبود من ناسه آخرین قرارم من یه قراره نتونسته کسی تو رو از اون فکر قراره. هوای خونه خیلی بد روی اعصابه، زندگی بی تو واسه من روی عذابه. اتاقم باید زنون نداره بهتر دلم سر به سر یه زمون نداره. Kapa. Može? Ovo intervju drugi. اوکی. اسم کامل من محمد عزی فقیری داده است. 19 سالمه. من ایران به دنیا آمدم. بعد از ایران دوباره برگشتم افغانستان. تقریبا خب اعضای فامیل من پدر، مادر، برادرها و خواهرها. پدرم محمد شفی، مادرم نورزیا و به ترتیب شفیق، سعید، منیب، خودم نبی و خواهرام مژگان، آرزو و مرسل. اولین چیزی داره که ما وقتی فیلم برداری فیلم مستند آغاز میکنیم یاد میگیریم این است که مصاحبه خیلی مهم است. مصاحبه یعنی قرار دادن یک شخص روبروی دوربین و پرسیدن سوالای از او که به نظر ما برای بیان داستان ضروری است. Hi. I'm Branka, and what? That's it. Hello, how are you? Hello, I'm good, thank you. Can you say your complete name for me? My name is Farhad Nouri. Okay, they called you Little Picasso. How are you? How is going? I'm not bad. Easy left. Good. I think it's the first interview before your exhibitions today, yeah? Try Ricardo. I have the first record of your you
For today? You have exhibitions today, yeah? How many arts, how many boards you have on that exhibitions? 10. And you have photos and other things too, yeah? What do you think about that? How it will be look like? I don't know. I'm very excited to see. I'm glad about you. What did you do now? You paint t-shirt, I think, yeah? چطوری پسر؟ مشهوری؟ از خجالت نکنه زدم اشکم معلوم نشه. بیا پس منم فیلمت بگیرم. همه میگن فیلم های مستند فیلم نامه ندارن و هر چی داره که ما روی کاغذ می نویسیم یا در لپتاپ تغییر میکنه در حقیقت، چون فیلم های مستند یعنی زندگی جلوی دوربین و زندگی غیر قابل پیش بینی است. سامی امروز چیه؟ الان کجاییم؟ بابا کلاس چی؟ سوم بابانیه. ایوه منم اینجا. What do you want to say? I'm classe با سامی اوزایی دنبال. کلاس چی؟ classe سومی. Yeah. Okay. باگر میشه بری کنار؟ میخوام فیلم بگیرم اصلا. Bagger? Hey, I'm recording video. Really? Yeah. Maybe you answer some questions. Okay. I will help you, okay? Okay. Where are we? Where are we? I don't understand. کجاییم؟ Here is parliament from Serbia. Dobro. Gde si? Parliament. O parlament. I šta radi ovde? Ništa. Čekamo za jedno prijatelj. Dobro. یه مدل قدیمی تر است. Vanya, where are we? Museum of old cars or something like that. I'm not sure in English, but Okay. yeah. Srpski? Muzej starih automobila. Thank you. These parts are a little younger than other part. These cars. This one from USA. This one, Benz, maybe car some president, something of look like that. This one is Benz too, 300C.
کجا هستم. به احتمال 100% انشالله 10 سال بعد فارغ التحصیل رشته مورد علاقه هستم دانشگاه، دارم کار میکنم، یک زندگی عادی نرمال و دارم ادامه تحصیل میخوام PhD داشته باشم، دکترا در رشته مورد علاقه. دومین چیز مهم صحنه‌های پوشش دهنده هستند. صحنه‌های پوشش دهنده و صحنه‌های گفته میشه که توسط دوربین ثبت میشن و در برگیرنده زندگی و یا وسیله هستند که با داستان مستند و یا هم مصاحبه مرتبط باشند. چیز دیگه که در فیلم‌های مستند خیلی مهم است آرشیو است. آرشیو در برگیرنده عکس‌ها، صداها و فیلم‌های قدیمی است که گذشته شخص و یا مکان بیان می‌کنه. من هیچ عکس قدیمی از خودم و فامیلم در سربیا همراه خودم ندارم، ولی امیدوار هستم در همه عکسایی را که در طول مدت دیگه گرفتیم بتونم ازشان من حیث آرشیو استفاده کنم. اولین دوستم در ایران بود، از همسایه های ما بود. تفاوت سنی داشتیم، من مکتب ابتدایی میرفتم اما او مکتب راهنمایی میرفت، اما خیلی دوست خوبی بود چون همیشه در هر حالت داشت همراه من سر میکرد. در حالتی که میفهمید من یک مهاجر هستم، از افغانستان هستم، تناقض فرهنگی داریم، فشارهای هر روز جامعه، همیشه هم همراه ما بود، خیلی به ما کمک میکرد از هر دیدگاه. یعنی وقتی که اسناد یک کشور نداشته باشی خیلی کارهای رسمی نمیتونی انجامشون بدی، اما او همیشه بهم انجام میداد. هنوزم یادم هست، هنوزم در امروش در ارتباط هستم. و رحمت الله و برکاته. مراحل بافتن استاد میکاپ. آقا عمو استاد میکاپ پاشو. چرا خود سانسور کردی؟ کف کنه بریم بافتن کیف کنه. خبر که رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو فیلم میگیری یا عکس میگیری برادر من؟ دارم فیلم میگیرم. دیگه عاشقی جاده یک طرف است، میمیرم آخرین دفعه. سب کن آقا بیداریم یا نه؟ You want a coffee? نه. English. Just speak English. No Dari, no Pakistani, no Pashto, no Hazaragi, no Ali, your turn. Your turn. برو دیگه. We are playing Uno. رفتم آقا توی You are playing Uno. به خاطر که تناقض فرهنگی خیلی درد سرساز است به این جامعه. وقتی که با فرهنگ مچ نکنی. وقتی ما فیلم برداری رو تمام میکنیم مرحله بعدی مونتاژ است. مونتاژ یعنی قرار دادن تمام فیلم های ضبط شده و صداها کنار یکدیگر و در صورت نیاز اضافه کردن موزیک و یا هم یک گفتار بالای از اون. در صورت از اینکه صحنه‌های ثبت شده دارای مشکل باشن ما میتونیم کمی به او رنگ اضافه کنیم. کی اضافه کردن رنگ به نام تصحیح رنگ و یا کالر کورکشن یاد میکنن.
سندها بیانگر واقعیت ها هستند که در برگیرنده شادی ها، غم ها، ترس ها و امیدهای ما هستند. بعضی وقتا شاید حتی بیان کردن بعضی از خاطرات برای ما خیلی سخت باشه و بعضی وقتا حتی شاید به یاد آوردنشان برای ما خیلی سخت باشه، اما یک حقیقت است. دوست سربی داره؟ خب عموما در کجا که چون آشنا شدیم در سازمان‌های آموزشی یا مدرسه، جاهایی که عموما داشتیم یا بهم درس میدادن یا که دوجه داشتیم وقت ما میگذراندیم، یعنی داشتیم چیزی یاد میگرفتیم یا فقط به خاطر کاری رفته بودم، اوجا باشون آشنا شدیم. عموما بیشترشون سعی میکنن که برای ما چیزای جدید یاد بدن در هر حالت، یعنی همین که دارن سعی میکنن کمک میکنن که ما را یاد بدن چطوری با جامعه وفق کنیم، به خاطر که تناقض فرهنگی خیلی دردسرساز است به این جامعه. وقتی که با فرهنگ مچ نکنی خیلی مشکلات پیش میبره. همین که دارن به ما یاد میتن، یعنی دارن به ما کار میکنن که ما زودتر با جامعه تچ کنیم، زودتر تا جامعه لمس کنیم، زودتر بفهمیم که کجا زندگی میکنیم، چی کار رو باید بکنیم، چی کار رو باید نکنیم و بیشتر دارم ازشان روابط اجتماعی یاد میگیرم. فرشید کار اصلیش آرایشگری است یا هیر درسر. میکاپ در اینجا در چند بخش آموزشیش رفت، یعنی در چند کورس آموزشی میکاپ هم رفت. فعلا فرشیدم منتظر از است که بره کمپ هنگری، ولی فکر میکنم خیلی زود. 2013 کجا داری تو این هوا؟ باقه چه خبره داداش؟ نشری میدن خیام بالایی نشری میدن سلواتی تک میگیری توضیح بدم مصاحبه کنیم برادر عزیز سلام علیکم. سلام علیکم. اسم شما چیه؟ اسم من مراد خانه. اسم منم باقره. کجا میری؟ داریم ویدیو فیلم میریم فیلم. بله. ادامه داستان. هوا چجوریه؟ هوا سلام آقا میکنه. آره کلا مثل موش آب کشیده شده اون تا دوم نرم که دو اینجی کنه. بهترین دوست من باقر رضایی، اولین یک باقر رضایی. فعلا داره در کمپ بسته هنگری سر میکنه یا کلوز کمپ هنگری. حدوداً 2 هفته شده داخل کمپ بسته است. تقریبا 2 سال در سربیا زندگی کرده بود. اولین کسی بود که من در سربیا همراه روبرو شدم. سربی خوب صحبت نکرد، خیلی پسر خوبی بود، یعنی از هر دیدگاه و آدم جالبی بود. هیچ وقت به مشکلات زندگی فکر نمی‌کرد، همیشه خوبی‌های زندگی می‌دید. فقط یک بود می‌دید، 2 بود یا 3 بود نبود، فقط یک بود و هم خوبی بود. پسر خیلی خوبی بود، یعنی دلتنگش شدیم، اما باید سرنوشتش معلوم بشه به خاطر که حدوداً 2 سال در سربیا زندگی کرد و بی دلیل. حالا امیدوار هستم که بتونه هر چه زودتر از کمپ بسته آزاد شه. 5 سپتامبر 2017. چند است؟ 5. آره. چایی هم نخورم. فکر کنم آخرین شب باقره. آخرین شب باقر سربیا. فردا شب دیگه اینجا نیست. حس خوبی نیست؟ تا جایی هم حس خوبیه. نمیدونم. تا جایی هم حس خوبیه. حس خوب به خاطر که سرنوشتش معلوم میشه. حس بد به خاطر اینکه تنها مونده. تو وارد بحث ما نشو. غذا تو زدی وسط خال. دفعه بعدی نوبت فرشید خسته است. فرشید چزر. من گریه نمی‌کردم. داداش تابلوی الان تو گریه نمی‌کردی. این که خود همون چی میگن؟ نقش اول فیلممونه. دلیل ثبت این فیلم اینه. این هم که این که دیگه این نیاز به معرفی نداره. اسطوره کرنیچه. این اسطوره کرنیچه است. ولی خیلی زیاد میخوره. داریم این فیلم رو ثبت میکنیم فقط به خاطر اینکه شاید یه روزی دوباره همدیگر ببینیم برای مرور همین خاطره باشه. همین خاطره، همین اتاق تقریبا 20 متری که داریم، 4 نفر داریم زندگی میکنیم.
از هر چیزی که داریم استفاده 4 می‌کنیم. نفر نه درست حساب کن. گیتار 2 نفر زندگی میکنی 2 نفر کارتون خواب. فقط me and you. خاطرات Not another روزمره people. خاطرات روزمره ما من و اینجا با حال ترینش اینجا گیتار بزنم. نقاشی خاطرات روزمره نگاه فرشید آره عزیر باقر بازم فرشید. آره ولی سیارت هم نشون بده ناراحت نباشی نقاشی نشون بده بغلته این کاسه شون بغلته این کاسه اینم مال من علیسا. داشت فقط تمکرین رو باید آب پر کنی چای بذاری. اینم مال الیسیار انگار که چی؟ انگار که ببین. شب خیلی سختی این است کاغذه یا این دیواره چسب خود ولی دلم نمیخواد زود تموم شه بده من بشونم. امیدوارم با آرزوهاش برسه داره از خلاقیتش استفاده میکنه گیتار میزنه دیگه همینه زندگی همین است Life is the bitch. یا بخور خوریم